یکی بود یکی نبود. در یک بعد از ظهر تابستانی پارک محله پر از بازی و خنده کودکان بود. صدای توپ‌ها، تاب خوردن بچه‌ها و گفتگوهای والدین در هوا پیچیده بود. امیر پسر بچه‌ای 8 ساله با موهای خرمایی و چشمان روشن کنار سرسره ایستاده بود و با دوستانش بازی می‌کرد. در آن سوی خیابان مردی با لباسی ساده و چهره‌ای معمولی اما نگاهی مرموز از داخل یک خودروی تیره رنگ به امیر خیره شده بود. پس از چند دقیقه آهسته از ماشین پیاده شد و به سمت پارک آمد. مرد لبخندی مصنوعی بر لب داشت، نگاهی به اطراف انداخت، سپس در حالی که خم شده بود با صدای ملایمی گفت: پسر جان، میتونی یه کمکی من بکنی؟ سگ کوچولوی من از ماشینم بیرون پریده و فرار کرده، نمیتونم پیداش کنم، میشه بیای کمکم کنی؟ امیر لحظه‌ای مردد شد. مادرش همیشه به او گفته بود که با غریبه‌ها صحبت نکند، اما مرد آنقدر مهربان به نظر می‌رسید و سگ را هم که خیلی دوست داشت. امیر با کنجکاوی پرسید: چه شکلیه؟ مرد نگاهی به اطراف انداخت و گفت: یک سگ قهوه‌ای کوچولو، همین نزدیکی‌ها بود. شاید تو بتونی زودتر از من ببینیش. بیا از این طرف بریم. امیر نگاهی به دوستانش انداخت که سرگرم بازی بودند. دلش نمیخواست که بدون اجازه مادرش جایی بره، اما فکر کرد که اگر فقط کمی کمک کنه زود برمیگرده. مرد به آرومی قدم برداشت و امیر هم به دنبالش. وقتی به نزدیکی ماشین رسیدن مرد در رو باز کرد و گفت: فکر کنم صدای پارسش رو از توی این کوچه شنیدم. یه لحظه بیا اینجا، شاید بتونیم بهتر ببینیم. امیر جلوتر رفت. همین که نزدیک در ماشین شد ناگهان مرد با سرعت او را گرفت و سعی کرد داخل ماشین بکشد. امیر از وحشت جیغ کشید و شروع به دست و پا زدن کرد. کمک کمک! در همان لحظه صدای فریادش باعث شد چند نفر از والدین به سمت او نگاه کنند. یکی از مردان که نزدیک بود به سرعت دوید و فریاد زد: ولش کن! مرد وحشت زده دست امیر را رها کرد و با عجله داخل ماشین پرید و با سرعت از آنجا دور شد. امیر با گریه خودش را به مادرش رسوند و اونو در آغوش گرفت. مادر با نگرانی او رو بغل کرد و پلیس رو خبر کردن. آن روز امیر یاد گرفت که هیچ وقت نباید به غریبه‌ها اعتماد کنه، حتی اگه ظاهرشون مهربون به نظر برسه. و از اون مهمتر، والدین و بچه‌های دیگه هم فهمیدن که در دنیای امروز همیشه باید مراقب فریب‌های خطرناک باشن. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. شما رو تا یه قصه دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.